دادگاه نوی پروامایسکی شهر بیشکک مئی یک کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را که با اتهام انتقال غیر قانونی قریب 55 کیلو مواد مخدر در قرقیزستان بازداشت شده بود آزاد کرده است. در این باره سامانه 24 که با تکیه به منابع خود در مقامات حفظ حقوق قرقیزستان خبر داد دادگاه این ملیسه تاجیک را که از اپریل سال 2022 در حبس قرار داشت هنوز 15 ینوار سال 2023 آزاد کرده است، ولی خبر رهایی او تنها روز 18 اپریل رسانه‌ای شد. بنا به نوشته 24 که مئی که در مقامات حفظ حقوق شهر بوستان کار میکرد و رتبه سرژانت کلان میلیتیا را داشت، با شریک خود شهروند دیگر تاجیکستان او در سال 2021 یک گروه متشکل غیر قانونی را تشکیل و همواره به کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل یا اسنگ مواد مخدر انتقال می‌دادند. در ماه فوریه سال 2022 این دو شهروند تاجیکستان جهت انتقال مقدار کلان مواد مخدر را به حقوق قرقیزستان و بعدا به قزاقستان مصلحت می‌کنند. در ماه مارس سال 2022 او و مئی مرز قرقیزستان را غیر قانونی عبور نموده 9 کیلو و 674 گرم حشیش و 4 کیلو و 740 گرم دیگر مواد نشه‌دار را در دهه باربردوق نوی لیلک ولایت بادکند به خریدار آن برده می‌رسانند. تکرارا آنها در اول ماه اپریل سال 2022 نیز مرز قرقیزستان را غیر قانونی عبور نموده این دفعه با خود 7 کیلو و 490 گرم حشیش را به دهه ژنیژر می‌آورند. در ماه ایون سال 2022 باز این دو نفر مرز را غیر قانونی عبور نموده با خود 11 کیلو و 290 گرم مواد نشه‌آور و 21 کیلو و 942 گرم حشیش را وارد حقوق قرقیزستان می‌کنند که کارمندان بخش مبارزه به ضد گردش غیر قانونی مواد مخدر قرقیزستان آنها را دستگیر می‌کنند. کارمندان این نیاد گفتند که آنها در نتیجه یک سال کارکرد فوری نائل شدند که به هدف خود رسند و این گروه نشه‌جلاب را آشکار و دستگیر کنند. دادگاه بیشکک او را به مدت 14 سال محکوم به زندان کرد، ولی شریک او مئی که کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نامش میبرند با پرداخت 200,000 سوم قرقیزی برابر به حدود $2300 از تالار دادگاه آزاد کرده است. در تابستان سال 2022 وقتی خبر بازداشت این کارمند ملیسه تاجیک رسانه‌ای شد، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از این حادثه اظهار بی‌خبری کرد، ولی جانب قرقیزستان همچون دلیل شهادتنامه این کارمند ملیسه تاجیک را نشر کرد. تاجیکستان که با افغانستان منابع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. یک قسم اعظم این مواد مخدر از جانب قاچاقبران توسط کشورهای همسایه ازبکستان و قرقیزستان انتقال داده می شوند. بنا به حساب‌ها تا 2000 زاده تاجیکستان در زندانهای روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر با جرم مربوط به قاچاق مواد مخدر ادای حکم می‌کنند. یک بخش اعظم بیش از 10,000 محبوس در زندانهای خود تاجیکستان نیز آنها تشکیل می‌دهند که برای قاچاق مواد مخدر به دست افتادند.